سلام و خسته نباشید خدمت شما همراهان و همکاران و هنرجویان عزیز. ببینید دوستان عزیز، ما نه فقط توی هنرهای رزمی، نه فقط توی کاراته، بلکه توی هر ورزشی باید گرم کردن رو داشته باشیم. گرم کردن بدن. من امروز اینجا هستم که آموزش گرم کردن و تمرینات کششی و تقویتی رو بهتون توضیح بدم و سرد کردن بعد از تمرین. گرم کردن یعنی چی؟ منظور از گرم کردن بدن بالا بردن جریان گردش خون و تپش قلبه، چون اگه جریان گردش خون بالا بره بدن ما گرم میشه، گردش خون توی عضلات، توی مفاصل، توی مغز، توی قلب بیشتر میشه. ما که نمیتونیم موقع تمرین کردن، موقع اجرای کاتا، کمیته، هر ورزشی یهویی بیایم و تمرینات ورزشیمون رو انجام بدیم. باید قبلش حتما گرم کنیم. گرم کردن خودش شامل دو بخشه: گرم کردن عمومی، گرم کردن اختصاصی. گرم کردن عمومی هم خودش به چند قسمت تقسیم میشه. خب همیشه موقع گرم کردن باید حتما تمرین دو داشته باشیم. دویدن. موقع دویدن ما باید 3 دقیقه 4 دقیقه، حالا دیگه تا 7-8 دقیقه دیگه بدن آدم گرم میشه. موقع بدویم و بدنمون رو گرم کنیم. این از دویدن. اگه مکانی برای دویدن نداشتین، توی باشگاه نبودین، توی خونه بودین، میتونید از تمرینات درجا استفاده کنید، از تمریناتی که الان براتون توضیح میدم. اگرم توی خونه آپارتمانی بودین، طبقه زیرتون واحد مسکونی بود و نتونستین تمرینات دویدن و جهشی رو انجام بدید، میتونید از گرم کردن مفاصل شروع کنید و کم کم به سمت تمرینات کششی پیش برید. خب من الان از تمرینات جهشی شروع میکنم و شما هم اگه دارید از روی ویدیو من تمرین میکنید لطفاً خوب دقت کنید. ببینید من الان مثلا توی باشگاه نیستم و توی مکانی هستم که نمیتونم بدوم، دسترسی به یه محیط بزرگی ندارم که بدوم و توی خونه آپارتمانی هستم. اگه تونستید که حتما 3-4 دقیقه رو بدوید، طناب بزنید. اگرم نتونستید که تمرینات جهشی رو که من انجام میدم انجام بدید. ما اول میتونیم از تمرین درجا زدن شروع کنیم. به این صورت حرکاتی رو که من انجام میدم شما هم حتما با من انجام میدید. هر حرکتی رو میتونید 10 بار، از 6 بار به بالا شروع کنید. حالا دیگه 6 بار انجام میدید، 10 بار انجام میدید، 12 بار، 30 بار، هر قدری که میدونید لازمه که بدن گرم شه. سه تا حرکتی که الان انجام دادم واسه گرم کردن مفاصل مچ پا و زانو خیلی عالیه. حرکت پروانه که قطعا همتون باش آشنایی دارید. این حرکت رو میتونید به روش‌های مختلفی انجام بدید. حالا میتونید دست رو جلو بره، میتونید دست رو جفت جلو بره. این حرکاتی برای هماهنگی عصب و عضلات که بدنتون رو گرم میکنه. حرکت قیچی، میتونید قیچی رو با پروانه ترکیب کنید. و حرکات دیگه، میتونید پا رو تک بالا بیارید، میتونید پا رو با هم بالا بیارید. اینجا زانوها میتونه صاف بشه. میتونید این حرکات رو از پهلو هم انجام بدید. پا زیر من دقت کن. و جهش های والیبالی که برای افزایش قد شاگردای شما خیلی میتونه مفید باشه. زانو بالا،
یا زانو بلند. این حرکت هم میتونه با تمرینات دیگه ترکیب بشه. مثلا اینطور دستا میتونه تک باشه، میتونه رو به جلو باشه، اینا رو میتونید با هم ترکیب کنید. این حرکت رقص پا میتونید روی هر گات 30 ثانیه 1 دقیقه رقص پا کنید، سریع عوض کنید. خب اینا نمونه های تمرینات جهشی بود که شما میتونید توی خونه استفاده کنید. تمرینات بیشتری هم هستن، ولی خب شما اینا رو بیای هر کدومشو مثلا 30 بار انجام بدی، 20 بار انجام بدی، بدن به راحتی گرم میشه و دیگه لازم نیست از این بیشتر انجام بدی، مگه این که بخوای توان سرعتی و چابکی استقامتی تو افزایش بدی. چطوری؟ حرکت زانو بلند یا زانو بالا رو میتونی مثلا 3 ست 30 تایی، 3 ست 30 ثانیه 20 ثانیه انجام بدی که روی توان شاگردت خیلی خیلی تأثیر داره. خب بریم سراغ حرکات چرخش مفاصل. برای حرکات چرخش مفاصل ما میتونیم از بالا به سمت پایین شروع کنیم یا از پایین به سمت بالا. من خودم معمولا از بالا به سمت پایین شروع میکنم. از عضلات گردن، چرخش عضلات گردن، از پایین سمت چپ، سمت راست. اینا رو گفتم میتونید از 6 تا 30 تا انجام بدید. پایین بالا. دقت کنید چرخش عضلات، چرخش سر به این صورت رد شده و انجام ندید به هیچ وجه. یه حرکت رد شده هست. بعد از چرخش سر، چرخش گردن میایم روی کتفا کار میکنیم، همزمان باهاش حرکات کششی رو هم انجام میدیم. یعنی چی؟ الان برای توضیح میدم. بعد از چرخش کتف خب میتونیم تکی هم بچرخونیم، ولی دقت کنید چرخش کتف به سمت پشت این هم یه تمرین رد شده است. تمرینایی که رد شده است اگر هم دوست داشتید انجام بدید تعداد پایین انجام بدید. بعد از چرخش کتف چرخش مشت، ببینید حول محور آرنج داریم، میچرخه برای گرم کردن آرنج و بازوها. چرخش مچ دست به این صورت میشه انجام داد و عکسش به این صورت هم میشه. به این صورت هم میتونیم انگشتان و مشت و مچ دست رو گرم کنیم. خب حالا نوبت به حرکات کششی این قسمت میرسه. از اینجا شروع میکنیم. گردن، کتف، یه بار دست چپ بالا میره، یه بار دست راست بالا میره که کتف و ترقه ما به خوبی کش پیدا میکنه، هم انقباض پیدا میکنه، هم انبساط. عضلات هم کشیده میشه و هم بسته میشه. خب دستا رو به جلو، اینجا مچ ساعد ما به خوبی کشش داده میشه به این صورت، به این صورت، به این صورت میچرخونیم. هر دو تا دست رو انجام میدیم به این صورت. خب حالا دست راست میره به سمت چپ و دست چپ پشتش وای میسته، کمر رو برخلاف شونه ها میچرخونیم که ببینید دست چپ شونه راست رو میچرخونه به سمت خودش. دست راست رو میبرم بالا، با دست چپ آرنج رو میگیرم و به سمت پایین فشار میدم. این حرکات رو دقیقاً واسه دست چپ هم انجام میدم. خب کف دستا رو به هم فشار میدیم محکم که عضلات سینه منقبض شه، سفت شه.
حالا همین حرکت رو از پایین به سمت بالا میاریم، از جلو به سمت عقب میاریم، میتونیم از عقب به سمت جلو ببریم و از بالا به سمت پایین بیاریم. خب بعد از این نوبت به چرخش کمر میرسه واسه گرم کردن عضلات این قسمت از بدن. عکسش رو انجام میدیم. معمولا من هر حرکتی رو 15 بار انجام میدم. بعد از این حرکت برای گرم کردن عضلات شکم، پهلو و کمر. خب حالا کششش چطوریه؟ توی این مرحله اینطوری به سمت پشت میچرخم. ببین هیچ ببین این حرکت رد شده است. خب چون فشار ناگهانی به مهرهای کمر میاره، به جاش میام اینطوری ثابت وای میستم چند ثانیه، اینطوری هم چند ثانیه. حالا میرسیم به گرم کردن مفاصل ران و لگن. ایچ نی سان شی گو رو. از 6 بار به بالا. حالا عکسش نی سان شی گو رو. پای راست ایچ نی سان شی گو رو. عکس ایچ نی سان شی گو رو. خب نوبت به مفاصل زانو میرسه. اینجا با اندازه از شونه باز ایچ نی زانو رو از بیرون به داخل میاریم، چند بار انجام میدیم. حالا عکسش. خب این که تموم شد پا رو جفت میکنیم، زانوها رو چرخشی به این صورت. خب این هم از مفاصل زانو. این کار رو هم انجام میدیم. چه گرم کردن بهتر پا، عضلات پایین تنه. خب حالا نوبت به مچ پا میرسیم. ببین پای راست رو میذارم جلو ایچ نی سان شی گو روک. پای چپ ایچ سان شی گو روک. خب حالا پای راست رو میذارم ایچ نی سان شی گو روک. هم کش داده میشه هم به خوبی گرم میشه. گو روک. بسیار خوب. گرم کردن مفاصل ما توی این مرحله تموم میشه. حالا میریم سراغ مرحله دوم، تمرینات کششی. خب از اولین کشش شروع میکنیم. کشش کامل کل بدن. ببینید پاشنه ها بالا میاد. خب به این صورت یه بار پای چپ رو میذارم جلو، یه بار پای راست رو میذارم جلو. خب حالا پا رو 2 برابر عرض شونه باز میکنم، به سمت راست میرم. حالا به سمت چپ میرم. دقت کنید که هر حرکتی رو بیشتر از 6 ثانیه نگه دارید. حالا میرم جلو، این حرکت رو انجام میدم. ده بار. ببینید کمر باید کاملا صاف باشه. بعد از اجرای این حرکت میرم پایین. زانوها باید کاملا صاف باشه. 6 ثانیه میرم پای چپ رو میگیرم، 6 ثانیه پای راست رو میگیرم، 6 ثانیه. با خودتون بشمارید. 1 2 3 4 5 6. دستام و کمرم رو صاف میکنم، میبرم پشت، 6 ثانیه. حالا خودم رو میکشم جلو. دقت کنید که پاشنه به هیچ وجه بلند نمیشه. خودم رو میکشم جلو که پشت ران و پشت ساق پا به خوبی گرم شه. مچ پا کش بیاد، عضلات داخلی پا کش میان، پشت ران کش میاد. خب این صورت. حالا روی کیباداچی میشینم. اگرم کیباداچی نبود روی شیکوداچی. در حال باید پا باز. من عادت کردم که کیباداچی باز شه، کیباداچی باشه.
دستامو صاف میکنم خیلی آروم. توی این حرکت میتونید تکنیک های دست رو بزنید که بدنتون به خوبی گرم شه، ضربانتون بالا بیاد. آرنجمو میذارم روی زانوها، دست راستم رو کف دستم میذارم روی زانو و کتفمو پایین میبرم. حالا عکس همون حرکت کتف چپ رو پایین میبرم، اینجا هم کتف کش میاد و هم به پا فشار میاریم که لگن باز شه. حالا میتونیم از دوتا دست استفاده کنیم، دونه دونه ایچ نی. سان شی گو رو. میرم برای ادامه حرکت. روی پای چپم میشینم، کف پای راستم میچسبونم، پای عقب فشار میارم به سمت پا. اینجا نباید بازی بکنید، این رد شده. فشار میارم، حالا پای عقب رو میبرم روی سینه پا، دستا رو میکشم بالا، پای چپ رو جمع میکنم و میرم پایین. دقت کن که زانو صاف باشه. بعد از این حرکت روی پام رو میذارم زمین، روی پای عقب و دست چپ رو میبرم بالا. دقت کنید که پای چپ جلوه. اینجا کمرم به خوبی کشیده میشه. خب حالا زانو رو میذارم زمین، زانوی جلو رو هم میذارم زمین، پا به این صورت که لگن من به خوبی کش بیاد. دستا رو کامل میکشم جلو. دقت کن که باسن روی زمین باشه. توی این حالت با دست راستم پای راست، پای عقب رو میگیرم که کش بیاد. 6 ثانیه. ببینید اگر این حرکت اوایل براتون سخت بود میتونید این رو انجام بدید تا اینکه بدنتون کم کم عادت میکنه. خب بعد از این حرکت میشینم روی پای عقبم، پای راستم روی سینه پا، پای جلو رو میگیرم، پای چپ 6 ثانیه مکس میدم. حالا کف پای جلو رو میچسبونم و میشینم روی پای چپ، کف هر دو تا پا حالا چسبیده. الان میرم همون حرکات رو روی پای راست انجام میدم. 6 ثانیه. این هم 6 ثانیه. رو جمع میکنم میرم روی پای جلو که پای راست، این هم 6 ثانیه. حالا پا رو جلو میبرم، روی پا قرار میگیرم، پای عقبم و دست راستم رو میبرم بالا، کمر کاملا کشیده بشه. خب حالا پای راست رو به این صورت میذارم زمین و بدنم رو میکشم به سمت جلو. با دست چپ یا دست راست پای چپم رو میگیرم روی پا یا انگشتای پا. 6 ثانیه مکس میدم و الان میام روی پای چپ به سینه پا قرار میگیرم. حرکت هم 6 ثانیه. کف پا رو دقیقا مثل حرکت قبلی زمین میذارم، روی کف پا قرار میگیرم. خب حالا ایچ نی سان شی گو روک. این حرکت رو میتونید کامل هم بالا بیاید، روی پاشنه پا قرار بگیره، پای جلو. میتونه به این صورت هم باشه، حالا دیگه بستگی به خودتون داره. بعد از این حرکت روی حرکت قورباغه قرار میگیرم، حرکت فراگ. بعد از این که حالا این حرکت رو به نظر من 1 دقیقه 1 دقیقه و نیم وایسیم. بعد از این که تموم شد پای راستم رو باز میکنم. ببین پای چپم رو عقب. اگه نتونستی به خاطر اینکه به زانوت فشار نیاد میتونی جلو هم بذاریش.
ایچ، نی، سان، شی، گو، رو. 6 تا حرکت ضربه میزنم، 6 ثانیه هم میگیرم. خب حالا رو به وسط. این حرکت هم 6 ثانیه رقص میدم. حالا پا رو عوض میکنم. دوباره میام روی حرکت فراگ 1 دقیقه وای میستم. حالا پا رو عوض میکنم. روی پای چپ 6 تا ضربه. حالا 6 ثانیه میگیرم. خب جلو میدم. این هم 6 ثانیه. دوباره روی حرکت قورباغه قرار میگیرم، حرکت فراگ. حالا ببین به این صورت دقت کن، این حرکت که وایسادم پای چپم رو جلو میارم و پای راست عقبه. خب دستم رو به سمت چپ میارم برای تقویت عضلات باسن سمت راست. ایچ، نی، سان، شی، گو، رو. این حرکت رو میتونید از 10 تا شروع کنید به سمت بالا. بعد از اینکه تموم شد پا رو باز میکنم به صورت چرخشی. و عکسش. هر کدوم رو میتونید از 10 بار به سمت 30 بار به بالا برید و در حدی که تونستید انجام بدید. بعد از انجام این 3 حرکت روی این حالت که هستم ماشیگیری رو میزنم به سمت چپم. ایچ، نی، سان، شی، گو، رو. بیشتر از 10 بار و 15 بار این حرکت رو بزنید. حالا دقیقاً همین حرکات رو روی سمت دیگه بدنم انجام میدم. این حرکت باعث تقویت تکنیک‌های پاتون میشه به شدت. خب حالا ماشیگیری. خب دوباره میرم روی حالت قورباغه. حالا پای چپم رو باز میکنم روی این حالت چند ثانیه، 30 ثانیه، هر چقدر که تونستی مکس بده. پای راست. خب میریم سراغ 180 درجه. روی این حالت که هستی پا رو باز میکنی. به این صورت میری توی اوج فشار. حالا پایین میای، ضربه میزنی روی پای چپ. 2، 3، 4، 5، 6 ثانیه مکس میدیم. پای راست 1، 2، 3، 4، 5، 6. خب حالا به سمت جلو. ایچ، نی، دستا باید کامل جلو بده. حالا میریم مکس میدیم. خب بعد از این حرکات پا رو مقدار بیشتر باز میکنیم. حالا حرکت چرخشی. میریم سمت راست، جلو میایم. حالا از سمت چپ به سمت راست. این رو هم 10 بار 15 بار تا حدی که تونستید بهتون فشار اومد انجام میدید. خب بعد از اجرای این حرکات پا رو جمع میکنیم. به این صورت با پا بازی میکنیم که عضلاتی که کش اومدن از اون حالت دردی که داره خارج بشه. حالا با این حرکت مفاصل لگن رو باز میکنیم. مفاصل لگن تقریبا به این حالت هستن. خب ببینید باید روش کار شه که به هنگام تمرینات پا بتونه لگن از هم باز شه. و بلند شدن براتون بهتر توضیح میدم. این رو هم چند بار انجام میدیم. سعی کنید روی تمرینات کششی، تمرینات گرم کردن خیلی وقت بذارید.
خب حالا میرم روی حرکت پروانی. پیچنی سانشی شیچ هاچ. هر لحظه تو زندگیتون که وقت داشتید این حرکت رو انجام بدید که بدنتون همیشه گرم باشه، همیشه آماده باشه. خب حالا پا رو میبرم جلو، میگیرم. استاد فوناکوشی میگه که توی یکی از قوانینش میگه که هر لحظه که از خونه رفتی بیرون سعی کن با آمادگی کامل از خونه بری بیرون، نکنه یه موقع بهت حمله کنن که بدنت آماده باشه، آمادگی دفاع کردن رو داشته باشه. خب بعد از این حرکت پای چپ رو میذارم این طرف، پای راست و دست راست رو میذارم پشت زانو و کمرم رو میچرخونم، شنا رو میچرخونم که این حرکت باعث میشه از اون قسمت بدن کش بیاد تا برسه به این قسمت، برسه به نزدیکی‌های پشت. خب حالا پای چپ رو با 2 تا دست میگیرم، نزدیک بدنم میکنم. حالا پای چپ رو با دست چپ از داخل میگیرم و به سمت بالا میبرم. این حرکات رو برای پای راستم هم انجام میدم. باید خیلی با دقت و ملایم تمرینات کشش رو انجام بدید. خب حالا جفت پا رو از داخل میگیرم و بالا میبرم. این حرکات رو میتونید هم به این صورت و هم مکس بدید 6 ثانیه. بعد از اتمام این حرکات روی این حالت دراز میکشی طوری که آرنجات زیر پشتت قرار بگیره و حرکتی رو که انجام میدم شما هم انجام میدید. ببین این واسه تقویت حرکات پاهات بی‌نظیره. زانو کاملا صافه، از لگن اینطوری رون رو میچرخونی کاملا صاف. 10 بار انجام میدی. حالا عکسش رو هم 10 بار انجام میدی. حالا دقیقاً واسه سمت راستت هم به همین صورت. بعدن که بدنت قوی شد، قوی تر شد، 10 بار رو میرسونی به بیشتر دیگه، 15 20 30 40 هر باری که هر تعدادی که تونستی. حالا جفت پا. این حرکات شدیداً عضلات شکمت رو تقویت میکنه و روی تقویت میان تنه تاثیر خیلی خیلی زیادی داره. خب الان من روی پاباز میشینم، این حرکات رو انجام دادم، متوجه میشی که پاباز من چقدر تغییر کرد فقط با انجام این چند حرکت ساده. چند تا این مرحله ببین بلند میشی، تمرینات کششی کمر و پشت رون رو انجام میدی به این صورت، زانوها کاملا صاف، کمر کاملا صاف. خب تا این مرحله دیگه میتونی تمرینات کششی و نرمش رو متوقف کنی، بری سراغ تمرین اصلی کاراتت. ولی چند تا حرکت تقویتی و کششی اساسی هم هستن که دوست دارم بهتون آموزشش بدم و باتون در میون بذارم که تونسته باشم کمکی بهتون کرده باشم توی پیشرفت ورزشتون. روی حالت 2 زانو میشینیم، حالت سیزا بهش میگیم توی کاراته، و روی همین حالتی که هستیم دراز میکشیم به این صورت، دستا رو میکشیم به سمت بالای سر. اینطوری 1 دقیقه 30 ثانیه هر چقدر که تونستی وای میسی. کسایی که انعطافشون زیاده میتونن با این حرکت بیشتر تقویتش کنن. اینطوری بالا میای، به اینجا دقت کن، این باید بالا بیاد. اینجا هم کش داده میشه، این قسمت همزمان داره تقویت میشه.
این قسمت از زانو تا اینجا دستا رو کش بدیم بیشتر کش میاد، بیشتر تقویت میشه. واسه کسایی که وزنشون بالاست، وزنشون زیاده، چاقن، نمیتونن کامل دراز بکشن، به همین صورت وایسن، این کفایت میکنه، این هم براشون خوبه. خب حرکت بعدی ما این حرکته. ببین به این حالت که وایسادیم با سر رو بلند میکنید، ایچ نی، ایچ نی، ایچ نی، ایچ نی، ایچ نی. و حرکت بعدی این حرکت ایچ نی سان. روی هر کدومش میتونید 10 ثانیه یا بیشتر مکس بدید. حرکت بعدی حرکت گربه هستش. روی حالت دو زانو که وایسادیم دستا رو میکشیم به سمت جلو، زیر بغل ما اینجا کش میدم، دست چپ رو میبرم زیر دست راست که شونه من کش بیاد. حالا دست چپ رو میبرم سمت چپ. خب حالا دست راست رو میبرم زیر شونه چپ و برعکس. روی هر کدوم از این حرکات میتونید بیشتر از 6 ثانیه مکس بدید. یکی دیگه از حرکاتی که میتونه خیلی به تقویت ضربات پای شما کمک کنه بالا کشیدن پا هستش. صافو کشیده. این حرکات رو میتونید از تعداد 10 تا به بالا شروع کنید، ولی ضربات رو سعی کنید، ضربات پا سعی کنید بیشتر از 90 بار، بیشتر از 100 بار نزنید، چون که دیگه عضله و مفصل و بدن خسته میشه و میره به سمت اشتباه زدن. من میام 100 تا ماشینگیری رو میزنم، خب رسیدم به 50 تا، حالا 60 تا 70 تا هرچی بستگی به آمادگی بدن داره. دیگه بدنم خسته میشه، نمیتونم درستش رو بزنم، اینطوری میزنم، خسته میشی، باعث میشه که تکنیکت بد بشه. یعنی اون ماشینگیری درستی که توی 50 تای اول، توی 100 تای اول زدی، توی 100 تای دوم دیگه نمیتونی بزنی، باعث میشه که تکنیکت خراب بشه و به مرور زمان الگوی تکنیکیت رو بد میکنه. این حرکت رو که بهتون گفتم میتونید از داخل به سمت خارج ببرید، هر دو تا پا، و میتونید از خارج هم به سمت داخل بیارید، هر دو تا پا. مایلگیری نیست، پاکت و گریه، ضربه با پاشنه پا. ببینید موقع اجرای ماشینگیری باید این مفصل کامل باز شه و نباید اینطوری جمع باشه. این اشتباهه، باید باز شه. این اشتباه، این درسته. موقع اجرای ماشینگیری این درسته. کنار دیوار وای میستی، به این صورت بدنت رو درست میکنی و تکنیکت رو میزنی. این روش صحیح اجرای ماشینگیری بود و حتی تکنیک های دیگه مثل یکوگیری. نمیشه که بیا یکوگیری رو اینطوری بزنی، اشتباه. درستش اینه که از مفصل لگن استفاده کنی و تکنیکت رو باز کنی. امیدوارم که تونسته باشم با تهیه این آموزش، ببینید آموزش کاملا رایگانه و هیچ پولی بابتش نمیگیرم، هیچ پولی بابتش دریافت نمی کنم. امیدوارم که تونسته باشم با تهیه این آموزش بهتون کمکی کرده باشم که توی ورزش کردن بتونید یه مقدار پیشرفت کنید. حالا جواب سوالاتون رو داده باشم که دیگه توی حرکات کششی، نرمش و تمرینات آمادگی سوالی نداشته باشید. در مورد سرد کردن هم اینو بهتون بگم که آخر کلاس 5 دقیقه تمرینات کششی که انجام دادید مثل این تمرینات، حرکات سرد کردن باعث میشه که اسید لاکتیکی که توی بدن ترشح شده، توی عضلات ترشح شده، از بین بره یا کم رنگتر بشه
و بدنتون، عضلاتتون دیگه گرفته نمیشه. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. امیدوارم که کمکی بهتون کرده باشم با تهیه این آموزش.